من جمعه گذشته گفتم کسی در 17 دقیقه نماز تراویح میخواند نمازش از سر خواند. این به گوش یک بیچاره دیگر رسیده است. دیروز ما را در بازار میبیند از ما اینقدر ملاله که دیگر هیچ حد کنار ندارد. باز وایش کمتر به انصافتر بوده است، در 20 دقیقه میخوانده است. گفتن ما در 20 دقیقه میخوانیم، تا همین روز یگان ملا را نشنیدیم که گوید که در 20 دقیقه نماز درست نمیشود. ای روز خودت برآمده اینمی جنجالا در مسجدها و دیگر الحمدلله که در مسجد از پشت ما جنجال شود ما فخر میکنیم. برای کلمه حق، برای جمله حق مرحمت جنجال شدن گیرد. حالا دیگه باز از من میپرسد دلیل داری؟ من گفتم بله دلیل، چند قدر دلیلی که خواهی دلیل برای تو میابم. لیکن تو چی میفهمی؟ یک متن حدیث از یاد میدونی؟ یک متن حدیث است میدونی از یاد؟ گو نه نمیدانم. قرآن خوانده میتونی؟ نه از دهان از یاد کردم. پس من به تو چی دلیل گویم؟ چی دلیل گویم؟ من برای تو از این شعر عربی بخوانم بگم آیت قرآن است تو باور میکنی؟ برای تو بی سوادی، تو علم نداری. من برای تو چی دلیل آورم؟ دلیل میخواهی؟ الله در سوره مؤمنون میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمن ها نجات یافت. کدام مؤمن؟ انا همون نمازگزاری که در نماز خاشع است، دل ترسننده دارد، عبادت خوب دارد، عبادت دراز دارد، رکوع سجده طولانی دارد، نجات یافت. افسوس تو مختصر میخواندی. این مختصر باب صفت صلات، باب واجباش تعدیل ارکان میگوید. تعدیل ارکان شارح های همین مختصر چی میگوید؟ میگوید که ای تسکن الجوارح فی الاعضاء فی الرکوع و السجود حتی تطمئنه. آرام گرفتن در رکوع در سجود واجب است. آرامی در رکوع در سجده واجب است. برای چی؟ سوره ماعون فویل للمصلین، وای به حال نمازخوان. کدام نمازخوان؟ الذین هم فی صلاتهم الذین هم فی صلاتهم ساهون است. وای بر آن نمازخوان. کدام نمازخوان؟ آن نمازخوانی که در نمازش پروا ندارد. آن نمازخوانی که مثل گفتی استاد ما بابای ملا شریف مثل همون مرغ دانه‌چین نماز میخواند. وای به حالش گفتم. این نماز نیست گفتم. حبیب خدا یک نفر دید مثل همین 17 دقیقه بود یا 20 دقیقه نماز میخواند، بسیار سراسیمه گفت اصلی فانک لم تصلی. اثر نماز خواند. گفت نماز نخواندی. اینا دلیل هستن. آخر دلیل عقلی عادی برای تو گویم. تو همین 17 دقیقه را در 29 رکعت که امشب است تقسیمش که چند سکندی میرسه؟ چند سکند میرسه سر هر رکعت؟ 17 منوت با 29 رکعت، 9 تاش از خفتن و تو 20 تاش از تراویح تقسیم کن، چند ثانیه‌ای میرسه؟ این چی نماز است؟ این مسخره کردن است. این جان خلاصی است. از پشت این امامان نماز نخوانیم باور کنیم.